السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. شاد و پیروز سر بلند باشید. الله عزوجل همه شما را نگهبان باشد. برادران عزیز گرامی قدر، الحمدلله رب العالمین. طولی 2 سال 3 سال شد ما در خدمت شما هستیم، شاید زیادتر، ولیکن در مساحه در اینترنتی مثلا بگیم 3 سال شد که ما میبریم. برادر ما قرصلا ما طول 3 سال شد الحمدلله به حجامه و داروهای گیاهی سر و کار داریم. الحمدلله رب العالمین. در مدت این چند سال الله ذوالجلال چندین کسا را این داروی ما سبب شدن که شفا یافتن. چندین کسا الحمدلله صاحب فرزند شدن. همش از جانب الله ذوالجلال است. یعنی نه ما نه دارومو، فقط الله ذوالجلال، ولیکن ها سبب هستند. یعنی پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم میفرماید که هر دردی که خداوند می آفرد در مقابل اون با یک داروی می آفرد که برای او را شفا است. برای همین استفاده برید داروهایی که مثلا هر دردی که دارید دارو استفاده برید، سبب بسازید تا که خداوند عز و جل شفای کامل عاجل بده. الحمدلله رب العالمین. یکی از بهترین بگیم کمپانیایی که ما پستایان میگیریم و بسیاریان میگیرن سونامید. الحمدلله رب العالمین برای همه چیز، برای بیسپلودی، برای مثلا بگیم نروی، برای خون تنه کردن، برای ایمونیته، برای جگر و برای پیچین و برای دیل مثلا بگیم ویتامین ها در حالت مثال نوازه زمستان است. برای کمی که سخت دیابت داره برای اونها، کمی که از جهتی مثلا بگیم زنها باشن، مادرها باشن، مثال بگیم کسری کشیدن، برای برادران که پروستاتیت دارن، برادران یا کودک‌ها اصلا بسیار مثلا بگیم آنتیگلیس برای کیر ریزانیدن و ایمونیته کودک بقوت کردن، برای فرزند یافتن و برای الرژی، برای گیمروی و برای اسپارسمنت هایی که برادرایی که اسپارسمنتن سیلتا میگن. سیلتا در این بسیار چیزهایی که در قرآن گفتگی است، مثلا با عسل 4 نوتامین چی کردگی خوش کردگی به نهایت چیزی خوب است. برای مردکار عموما بسیاری هشیار کردن، یعنی برسی بگیم بودری کردن و قوت دادن. بسیار برادرایی که اسپارسمنتن مثال بگیم چی میکنن، مشق میکنن. برادرای ما اسپارسمن هستن، مثلا همچنین همین اپراتور هم خودش اسپارسمنه، مثلا از این چیزای استفاده میبره. هر روز پیش از مشق مثلا بگیم 1 قاشق چای پیش از مشق مثلا میخوره، ان شاء الله هشار میکنه، بودری میکنه مثلا. و همچنین داریم دوخه ها، داریم دوخه هایی که بسیاری اصلا میکنن شیخ اینا زیاده از 35 38 نموچه داریم. لکه چیلتش هم گم خطا نمیکنم. دیزه درنده داریم، آی زمزم و قرآن ها صحیح بخاری داریم و کلامکایی که امروز آوردن شو، دیروز آوردن شو، خطا کردم، دیروز آوردن شو داریم. و همچنین در اینجا برادران گرامی قدر همه چیزی که میخواین، نوشنیکا اینا نوشنیکا هم داریم برای خراب شدن، فربی شدن، یعنی خراب شدن و فربی شدن، و برای موی سر، برای کسانی که مثال بگیم کسری پوستی دارن، برای کسری پوست و پروستاتیت شکه همتون میدونید. برای گرده بسیار زنگ میدن، برای گرده، سنگ گرده، ورم گرده، روده ها ورم میکنن. ابمین ویشست مثلا بزیبه مثل خیلبه بهترین چیز است. مثلا که ما خود ما چیزا استفاده میبریم برای سنگ گرده ها، شاگردای ما استفاده بردگیان، سنگاشو مثلا که بروردگیان و ورمش نابود میکنن، ابنه ویشستش خوب میکنن. یعنی مثلا یا و 4 نوتامین داریم. با نگفته نماند که در ما عکس بگم نوتوغری میشود. توغری ترش و صحیح ترش این است که حجامه میکنیم و هر یک کسی که حجامه میکنه در جای ما ماشینکه های 1000 سومه مثلا توفه است. در مترو شاکوف که ماشینکه های ما توفه هسته، یا که جای نماز یا ماشینکه کت میشه که شما خودتو انتخاب کنید. انشالله رقم های ما در روی اکران هستن، انشالله در تماس هستیم.
میتونید زنگ بزنید، ما در خدمت شما. الله ذوالجلال هر یک که شما را نگهبان باشد. خداوند بی درد و بی غم کند. شاد و پیروز باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.